سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. شهروند تاجیکستان سیاره دوسایوا برای کشتار آشپز آشخانه گرجی تبلیس به 6.5 سال زندان محکوم شد. بزرگمیر یاروف باز به 10 سال دیگر زندان محکوم شد. سالگرد سیومی حمله خونین به دیدبانگاه رقم 12، حمله‌ای که موقع روسیه را نسبت به جنگ در تاجیکستان عوض کرد. 4 سال حکم یک محبوس تاجیک در روسیه برای لطکوب زندانبان. باز یک زمین لرزه در بدخشان، این دفعه در پای قله ابالی ابن سینا. هلاکت دخترچه 5 ساله در زیر چرخ BMW. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه شهر میتیش ولایت مسکو شهروند تاجیکستان سیاره دوسایوا را بر اساس قسم یکم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در کشتار همکارش در آشخانه خینکال تبلیس گناهکار شناخته به 6 سال و 6 ماه زندان نظامش عمومی محکوم کرد. دادستانی ولایت مسکو روز 11 ایول سال 2023 خبر داد که این حکم هنوز قوه قانونی نگرفته است و طرفان می توانند از آن به دادگاه بالاتر شکایت برند. به گفته دادستانی، دادگاه معین کرد که 4 ینور سال 2023 دوسایوا در داخل قهوه‌خانه واقع در حوزه شهر میتیشی با همکارش مناقشه کرده به قسمت قفس سینه او نه کمتر از 2 ضربه کار زده است. جبر دیده بر اثر جراحات جسمانی برداشته‌اش در جای حادثه جان باخته است. خبرنگار انتوه از تالار دادگاه خبر داد که دوسایوا در جریان مرافعه از کاری که شد اظهار پشیمانی کرده و گفت در حالت افکت قرار داشت و حالا درست در یاد ندارد که آن روز چه گذشت. سیاره دوسایوا که در آشخانه طعم‌های گرجی در شهر میتیش در کنار مسکو کار میکرد، روز 4 ینور سال 2023 با اتهام کشتن همکارش آشپز آشخانه خینکال تبلیس به حبس گرفته شد. بازداشت او موج واکنش‌ها را در تاجیکستان به بار آورد. 10 نفر از مقامات تاجیکستان خواستند که سیاره دوسایوا را به حمایت نگذارند و از او دفاع کنند تا که از بی‌صاحبی در روسیه گفت‌وگو نشود. به دنبال وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده و دادستان کل یوسف رحمان با ارسال درخواست‌های رسمی از مقامات روسیه تفتیش عادلانه قضیه سیاره دوسایوا را طلب کردند. در دوشنبه بر این باورند که سیاره دوسایوا در پاسخ به تحقیر و لطکوب و پس زدن شأن و اعتبارش از طرف آشپز گرجی به دست کار گرفته از ناموس خود حمایت کرده است. مناقشه بین سیاره و آشپز به گفته شاهدان از یک شوخی ناجای آشپز نسبت به زن تاجیک سر شد. به بالای این آشپز گرجی با دستانش سیاره را از یک جای نرمش داشته است که این در فرهنگ مردم مسلمان از جمله تاجیک‌ها همچون تحقیر قبول می شود. سیاره در پی این آشپز را دشنامباران کرده است. او هم با لحن بد جواب داده است. به گفته شاهدان نوگزر سر قهر بیرون رفت که سیگار بکشد، ولی در راه به یادش رسید که سیگارش را با خود نگرفته است. او باز به آشپزخانه برگشت و هرچند همکاران از وی خواستند که تا آرام شدن سیاره به آنجا ندرآید، وی در آمد و جنجال آنها از نو علنگه گرفت و این دفعه به مویکشی و لطکوب پیچید. در ثبت ویدیو کامراهای نظارتی در قسمت آشپزی قهوه‌خانه خینکال تبلیس نصب شده که پاره از این ثبت را کانال 112 دریافت و نشر کرده است دیده می شود که یک مرد با یک زن حمله آورده او را از مویهایش می کشد و لطکوب می کند. زن از خود دفاع کردنی شده کردی را که به دستش افتاد به دست گرفته چند بار به بدن آن مرد می زند. کارگران دیگر قهوه‌خانه تلاش می کنند تا این 2 نفر را از هم جدا کنند، ولی بعد لحظه مرد زخمی بر روی فرش می افتد و از هوش می رود. وقتی یاری تعجیلی به جای حادثه رسید، نوگزر بیهوش در روی فرش خوابیده بود، ولی تلاش نجات او نتیجه نداد. او به هوش نیامده جان باخت. طبیبان در بدن او چند زخم کارد را پیدا کردند. از بس که شاهدان زیاد بودند و ثبت‌های ویدیو کامرای نظارتی نیز جریان حادثه را ثبت کرده بود، کارمندان پلیس شخصیت قاتل را زود معین کردند و الکی بعد یک ساعت سیاره دوسایوا را در همان میتیش در نزد درآمدگاه خانه‌ای که او اجاره می نشست دستگیر کردند. از حمله مشترک نیروهای اتحاد مخالفین تاجیک و مجاهدین افغان به مرزبانان روس
که در زسته و یا دیدبانگاه رقم 12 اتریاد سرحدی مسکو در موضع سر غور مرز تاجیکستان و افغانستان را حمایت میکردند 30 سال سپری شد. این یکی از خونین‌ترین حمله ها به نیروهای روسیه در دوران جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1992-1997 بود و موقع روسیه را نسبت به این جنگ برادرکش عوض کرد. شب 13 ایول سال 1993 تقریبا ساعت 04:00 دقیقه دعوا سلاح به دست از طرف افغانستان مرز را عبور کرده به دیدبانگاه سر غور حمله آوردند. در آن شب در این دیدبانگاه 48 نفر، 2 افسر و 46 سرباز قرار داشتند. نبرد بین سلاح به دستان و مرزبانان روس در سر غور 11 ساعت دوام کرد. تلفات جالب دیگر معلوم نیست، ولی از طرف مرزبانان روس در آن نبرد 25 نفر، 1 افسر و 21 مرزبان و 3 سرباز به این دیدبانگاه سفربر شده دیویزیای 201 ارتش روسیه کشته شدند. الکه روز 19 ایول سال 1993 همگی چند روز بعد این حمله خونین با فرمان پرزیدنت روسیه بوریس یلتسین تحت رقم 1050 به 6 مرزبان برای کارنمایی در این نبرد عنوان قهرمان روسیه داده شد، از جمله لیتنانت اندری میرزلیکین، سرباز قطاری سرگئی بورین و ایگور فیلکین، سرژانتا سرگئی ایولانوف، ولادیمیر و سرگئی سوشنکا سزاوار عنوان قهرمانی شدند. همچنین به 29 مرزبان اردنی برای مردانگی شخصی و به 17 نفر دیگر مدال برای شجاعت داده شد. حمله به سر غور یکی از حمله های بزرگترین و پرقربانی ترین علیه نیروهای روسیه در جریان 5 سال جنگ شهروندی به شمار می رفت. محض بعد همین حمله در دیدگاه کرمل در مورد مناسبتش به جنگ در تاجیکستان و طرفهای ضد آن تغییرات کلی به وجود آمد و مسکو تا آن دم بدون چون و چرا از حکومت امامعلی رحمان طرفداری میکرد و از طلبات‌های جانب دیگر چشم میپوشید. بار اول در پی جستجوی راه‌های تماس و گفت و شنید با ایجاد نیروهای مخالفین تاجیک شد. چند بعد این حادثه ایوگنی پریماکوف رهبر خدمات جاسوسی خارجی روسیه به افغانستان رفت و بار اول با سید عبدالله نوری رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک واخورد. ماه اپریل سال 1994 باشد در مسکو نخستین دوره مذاکرات صلح بین حکومت و اپوزیسیون تاجیک دایر شد و ماه ایون سال 1997 باز هم در مسکو این مذاکره ها بالاخره با امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی انجام یافت که این به جنگ خونین برادرکش شهروندی در تاجیکستان نقطه گذاشت. درباره جنگ در دیدبانگاه سر غور چندین کتاب و شعر و داستان و ترانه نوشته شده و چندین فیلم به نوار گرفته شده است که از همه مشهورترینش فیلم سال 2011 روی نوار آوردن کارگردان سرگئی مخویکوف با نام تیخه زستاوا یا دیدبانگاه خاموش است. دادگاه شهر وحدت روز 2 ایول سال 2023 در انجام مرافعه نوبتی ادوکات زندانی بزرگمیر یوروف که در تالار بازداشتگاه رقم 1 در شهر دوشنبه گذشت او را در یک مورد نوی قلابی گناهکار شناخته به 10 سال زندان محکوم کرده است. مقامات تا کنون درباره انجام مرافعه نوبتی بزرگمیر یوروف خبری نشر نکردند، ولی جمشید یوروف برادر بزرگمیر یوروف که در لهستان یا پولشا بستر میبرد و در اینجا سازمان حامی حقوق انسان را با نام بنیاد بزرگمیر تأسیس داده است، حکم برادرش را بهرامانه و ناعادلانه نامیده به رادیو آزادی گفته است. بزرگمیر ادوکات نداشت و از بس که مرافعه پوشیده گذشت از جزئیات مرافعه خبری نداریم. خبری که دسترس کردیم این است که از این 10 سال زندان 2 سالش را در بازداشتگاه پوشیده و 8 سال باقی مانده را در محبس یوون ادا خواهد کرد. به گفته جمشید یوروف در روز اعلان حکم نزدیکان آنها را دعوت نکردند. تا امروز از 28 سال حکم زندان بزرگمیر یوروف با حساب 8 سال در زندان سپری کردهش و چند قانون عفو در عموم تقریبا 18 سال کم شده بود و 10 سال و 2 ماه باقی مانده بود. با علاوه حکم نو مهلت جزای این ادوکات شناخته دیگر باره از 20 سال گذشت. به ضد بزرگمیر یوروف بر اساس شکایت حسن حسنوف یک زندانی محبس وحدت پرونده نو با اتهام قلابی گشوده بودند. حسن حسنوف ساکن جماعت چورکوی اسفره که با جرم قاچاق مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم شده بود در جریان تفتیشات
و در مرافعه دادگاهی پایفشاری کرده است که گویا بزرگمیر یاروف با وعده مساعدت به آزادی پیش از مهلت از خویشاوندان او 42500 سامانی گرفته است. بزرگمیر یاروف چنین معامله با حسن حسنوف را رد کرده تهمت نامیده است. بزرگمیر یاروف پرونده‌اش را صرف سیاسی و تعقیب برای اجرای وظیفه کسبیش می‌شمارد. سازمان‌های حامی حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ، عفو بین المللی و کمیته هلسینکی نروژ نیز بزرگمیر یاروف را محبوس سیاسی عنوان کرده چندین بار از حکومت تاجیکستان رهایی به قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. سازمان ملل نیز سال 2018 حکم یاروف را به اساس شمرده از حکومت تاجیکستان آزاد کردن او را طلب کرده بود، اما دوشنبه این طلب سازمان ملل را نپذیرفت. دادگاه نویه ژلزنودروژنی شهر پنزا واقع در تقریبا 650 کیلومتری جنوب و شرق شهر مسکو پایتخت روسیه یک شهروند تاجیکستان را بر اساس قسم اول ماده 18 کودکس جنایتی روسیه در تخریب فعالیت مؤسسه اصلاحی عملا برای استفاده زوراوری و لطکوب یک زندانبان به 4 سال زندان محکوم کرد. این حکم نو شهروند تاجیکستان در حال صادر شد که از 6 سال و 9 ماه حکم قبلی او همگی یک ماه دیگر باقی مانده بود و او میبایست ماه اوگوست سال 2023 به آزادی میبرآمد. خدمات مطبوعات دادگاه نویه ژلزنودروژنی شهر پنزا روز 12 ایول سال 2023 خبر داد که این شهروند تاجیکستان قبلا نیز با جرم استفاده زوراوری به 6 سال و 9 ماه زندان محکوم شده در یکی از محبس‌های واقع در پنزا ادای حکم میکرد. خود محکوم شده برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیست، ولی مقامات زندان در جریان مرافعه دادگاهی به او بهای شدیداً منفی داده گفتند که این شهروند تاجیکستان در طول ادای حکمش در محبس پنزا برای ویران کردن ترتیبات 76 مرتبه جزای انتظامی گرفته، همچون محبوس مایل به خودکشی و بریدن رگ‌های خون خود، حمله به زندانبانها و همچنین برای عقیده‌های افراطی و تروریستی، کوشش تشکیل سوختار و تشکیل جنایت با استفاده از تلفن موبیلی در چندین رویخط سیاه محبس پنزا قرار داشته است. خدمات مطبوعات دادگاه میگوید خود این محبوس در جریان مرافعه اتهامات اعلان شده را به گردن نگرفت و برعکس زندانبانها را به ویران کردن حقوق محبوسان و تحقیر و بدرفتاری عیبدار کرده است، ولی دادگاه نه این ادعاهای محبوس بلکه فرضیه مقامات محبس را پذیرفت و محبوس را باز به 4 سال زندان و جریمه به مبلغ 22473 روبل محکوم کرد. او اکنون باید باز 4 سال 1 ماه دیگر را پشت پنجره به سر برد. بنا به آمار اداره زندانهای روسیه در محبس‌های این کشور بیش از 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم میکنند و بیش از 1000 تاجیک دیگر در بازداشتگاه روسیه تحت تفتیش قرار دارد. شب 13 ایول سال 2023 در شرق تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزدیکی مرز این ولایت با قرقیزستان زمین لرزه رخ داده است. بنا به اطلاع مرکز پیشبینی زمین لرزه های وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان، زمین لرزه در حدود باغ ملی تاجیکستان در نزدیکی قله به نام ابالی ابن سینا در عمق 176 کیلومتر رخ داده. اقتدار این آفت طبیعی در مرکزش طبق جدول ریختر 4 بال را تشکیل داده است. درباره کدام خسارات یا آسیب دیدن آدمان از این آفت تا این ساعت خبری به دست نرسیده است. قله به نام ابالی ابن سینا سال 1928 نام کافمن را داشت و بعدا به نام اساسگذار اتحاد شوروی ولادیمیر ایلیچ لنین گذاشته شد. سال 2006 مقامات تاجیکستان این قله را به نام ابالی ابن سینا گردانیدند. این طبیب دانشمند، متفکر و شاعر شورتیار تاجیک در اخر عصر 10 و اول عصر 11 به سر برده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های ناخوش روز. 12 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 13:00 دقیقه راننده اتومبیل طبقه BMW ناصرف خدایار سال تولدش 2000 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در راه ماشینگرد استرافشان خوجند در حدود دهه نفقت شهر استرافشان از عهده دوره واسطه نقلیاتش نبرآمده پیادهگرد خرسال احمدجان زاده صبرینا احمدجان سال تولدش 2018 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است.
در نتیجه خورتول احمد جانزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام دسترس نمودن به بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوعه کوشانیان عریضه مرد 40 ساله ساکن نوعه مذکور وارد گردیده است که دوام ایول سال 2023 تقریبا ساعت 15:30 شخصان نامعلوم به روی پنهانی به فرمه مرغ پروریش در آمده از آنجا 36 عدد تورهای اینکوباتوری را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 44 ساله ساکن همین ناحیه که پیش با ماده 104 و 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است صادر نموده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نوعه مشچو با عریضه مرد 40 ساله ساکن نوعه مذکور مراجعت نموده است که 7 ایون سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 شخصان نامعلوم غیر قانونی از بازار مرکزی جماعت شهرک نوعه مشچو یک عدد سکوتر که ارزشش 4000 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 17 ساله ساکن نوعه مشچو همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعه سینو با عریضه زن 58 ساله ساکن نوعه مذکور مراجعت نموده است که ماه سپتامبر سال 2015 در کوچه سینو شهر دوشنبه مردان 69 و 43 ساله ساکنان نوعه رودکی با روی فریب به باوریش در آمده از او خانه استقامتیش واقع در کوچه سینو شهر دوشنبه رو گرفته و دیگر شخص به مبلغ $33,000 امریکایی فروخته مبلغش را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعه سینو عریضه مرد 33 ساله ساکن نوعه رشت وارد گردیده است که ماه مارس سال 2023 در کوچه جبو رسول و شهر دوشنبه مرد 34 ساله ساکن شهر بختر با روی فریب به باوریش در آمده از او در 2 مرحله $48,600 امریکایی گرفته و عدد و دستگی به او یک عدد автомاشین بورکش تمغه شکمن گرفته می‌دهد، اما نام برده تا حال او را فریب داده مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حادثه‌ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.